بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امروز ها در اینترنت یک سخنی را نشر میکنند به خاطر رمضان که گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشد که هر کسی که آمدن رمضان خبر میدهد، به کسی بشارت میدهد، آتش جهنم برای او حرام می شود. و این سخن به پیامبر نسبت می دهند که گویا که پیامبر این سخن گفته باشد. برای همین خواستم که در مورد همین سخن، در مورد همین یعنی روایت دروغین برای شما چیزی را بیان کنم و انشاءالله امیدوار هستم که این ثبت شما نشر میکنه تا که به هرچی بیشتری مردم برسد، تا که از این سخنی باطل و از این سخنی دروغ نسبت دادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم دست کشد. خب از لحاظ سند البته این سخن هیچ اساسی ندارد و همین سال 2016 هم این بافتگی هستند. سالهای قبلی این گونه چیزی وجود نداشت و همین سالهای نزدیک همین چیز بافتگی هستند و الله اعلم کی این چیز بافته است، کی این چیز ساخت و به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که بر من دروغ می بندد، از نام من دروغ می گوید یا که یک سخنی را به من نسبت می دهد که من نگفته باشم، در آتش جهنم جای خودش معین کردگی هست. و اون انسان هایی که سخنهای را دیده و دانسته یک سخن تحقیق نمیکنن، بی‌پرواگی میکنن، هر سخنی را به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند نسنجیده و تحقیق نکرده، اونها هم در همین حدیث وارد هستند. اونها هم مثل همون انسان هایی هستند که حدیث میبافند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدهند. برای همینم باید بر حذر باشیدون، باید از نسبت دادن سخنهای به رسول الله بر حذر بود. بدون تحقیق، بدون سنجیدن، بدون سند هیچ سخنی را، هیچ خبری را، هیچ روایتی را جایز نیست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شود. رسول الله این گفت، پیامبر اون گفت، از کجا فهمیدید؟ از کدام کتاب خوندید؟ این خبر چی سند دارد؟ راوی این حدیث کی هست؟ هر سخنی را جایز نیست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شود. هر کسی که به رسول الله یک سخنی را نسنجیده و ندانسته نسبت میدهد و دروغ میگوید، این آتش جهنم انده جای خودش معین کرده، چطوری که رسول الله میگوید. اما از لحاظ معنا هم این سخن باطل است. یعنی رمضان خبر دادن این در زمان رسول الله، یعنی رمضان با دیدن ماهتاب معین میکردن و رسول الله خودش بیان میکند که صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. یعنی شما ای مسلمان ها، رمضان واجب میگردد و ثابت میشود با دیدن ماهتاب. یعنی شما با دیدن ماهتاب روزه دارید و با دیدن ماهتاب افطار کنید. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. الله میگوید هر کسی از شما ماهتاب که دید، شاهد ماه شد و روزه بدارد. یعنی ثبوت روزه یا که در آمدن ماه رمضان با دیدن همون ماه نو می شود، ثابت می شود، با یعنی از روی حساب های فلکی نمی شود. پس چطور یک سخنی را به رسول الله نسبت می دهید که یعنی در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش برعکس این کار میکرد. یعنی این گونه کار اصلا فقها حرام میدونند. یعنی اهل علم جایز نمیدونند که انسان رمضان با کلندر، یعنی با این تقویم ها حساب کند، بلکه رمضان با دیدن ماهتاب، با دیدن ماه نو ثابت می شود. پس چطور یک چیزی که اصلا حرام است، یک چیزی که اصلا رسول الله هیچگاه نکرده ایتش و رسول الله نسبت میدهد، میگوید که گویا که رسول الله رمضان حساب کردنش قبلا خبر دادنش که ششم می شود یا 20 چندم می بیاید یا 13 می بیاید، اون چی است؟ خبر دادن این آتش جهنم برای حرام می شود. هم سندن این خبر، این سخن باطل است و هیچ اصلی ندارد و همچنین از لحاظ معنا هم این باطل است. برای همین هم برادر عزیز، همین در کجایی که این گونه چیزها را
خوندیتون، این گونه چیزها را دیدید، تنبیه کنیتون، فهمونیتون که مردم از نسبت دادن سخنهای باطل، سخنهای دروغین به پیامبر دست کشد. در این مسئله هیچ وقت بی‌پرواگی نکنید برادرای عزیز. یعنی مادامی که دیدید که یک سخنی را به رسول الله نسبت میدهند، یعنی مادامی که میدونید که این چیز باطل است، در این مسئله بی‌پرواگی نکنید، حتما درایت نویسید، حتما قید کنید، حتما تأکید کنید که برادر از الله ترس، این سخن نسبت رسول الله، یعنی این سخن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت نده که حرام است، جایز نیست. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.